هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کن انباز. از سهل ابن سعد ساعدی رضی الله عنه روایت شده است که زن نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: یا رسول الله، آمدم تا نفس خود را به تو ببخشم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سوی وی نگریستند و با دل پسندیدن به وی نظر کردند، سپس سر خود را پایان کردند. آن زن چون دید که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در موردش تصمیم نگرفتند، در آنجا نشست. مرد از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم برخاست و گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر شما به او نیاز ندارید، او را به ازدواج من درآورید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا چیزی داری؟ گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به خدا نه، چیزی ندارم. ایشان فرمودند: به خانه‌ات برو و ببین که آیا چیزی می توانی پیدا کنی. وی رفت و سپس برگشت و گفت: به خدا نه، چیزی نیافتم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ببین هرچند انگشترین از آهن هم باشد. وی رفت و سپس برگشت و گفت: به خدا ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، انگشترین از آهن هم نبود، ولی همین ازار من نصف ازار مهر آن زن می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: با ازار تو چیکار کند؟ اگر تو آن را بپوشی، بر وی از آن چیزی نمی ماند، و اگر آن را زن بپوشد، بر تو از آن چیزی نمی ماند. آن مرد نشست تا نشستنش دراز کشید، سپس برخاست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم او را دیدند که پشت گردانیده و روان هستند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که او را نزد من دعوت کنید. وقتی که آن مرد آمد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: چه مقداری از قرآن می‌دانی؟ آن مرد گفت: سوره های چنین و چنان را می‌دانم، و آنها را شماریدند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: آنها را از حفظ می‌خوانی؟ گفتند: بله. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: بیا او را به ازدواج و مالکیت تو درآوردم، در عوض آنچه که از قرآن می‌دانی. بخاری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.